کارمندان میلیسیا ناحیه جلالدین بلخی 2 نفر جوان را برای صادر نمودن جنایت دزدی بازداشت نمودند. این نفران چپدست که از سیمچوب‌ها ناقل‌های برق را تصرف می‌کردند پس از مراجعت ماموریت جمعیت سهامی کشوده ماهر سمنت در حال بازداشت گردیدند. افاق قادریان وابسته به جنایت صادر نموده دستگیر شدگان گزارش آماده نموده است. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه جلالدین بلخی 2 نفر ساکنان ناحیه جلالدین بلخی را با گمان دزدی دستگیر نمودند. اینها شکورов محسن سالی تولدش 1999 که قبلا 4 مراتب سود شده است و سفرов سعید جعفر سالی تولدش 1997 که پیش 1 مرتبه با ماده 141 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شدند. این 2 نفر از آن که سالهای طولانی ادای جزا کرده باشند هم از این به خود خلاصه لازمی نبرآورده در علاهیدگی در چند حالت دزدی گمان بر دانسته می شوند. چنانچه آنها شب 22 سپتامبر سال روان تخمینا ساعت‌های 23:30 از روی مصلحت پیشکی با مقصد دزدی به سراغ ناحیه جلالدین بلخی جماعت دهاتی اوزون رفته از تاریکی شب و نبودن آدمان در گرد و اطراف استفاده می نمایند و با طریق پنهانی وارد صحن حولی کارخانه جمعیت دارای مسئولیت محدود ماهر سمنت شده از آنجا 250 متر ناقل‌های برقی را تصرف می نمایند و از جای حادثه غیب میزنند که با اینکه دارهای خود به کارخانه جمعیت دارای مسئولیت محدود ماهر سمنت در ناحیه جلالدین بلخی به مبلغ 28750 سامانی ضرری مادی رسانیدند. نسبت سعید جعفر و شکورov محسن جان در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه جلالدین بلخی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.